دیدبان حقوق بشر روز 19 سپتامبر گزارشی را درباره زورآوری در عائله معرفی کرد که خشونت سر هر قدم عنوان گرفته است و ارزیابی از این مسئله مهم در تاجیکستان است. رادیو آزادی با یکی از مؤلفان گزارش استیو سویرلوف در ورشوا صحبت کرد و اول درباره نکات مهمترین گزارش پرسید. من با افتخار زیاد اعلام میکنم که دیدبان حقوق بشر گزارش نو خود را درباره زورآوری در عائله با نام خشونت سر هر قدم رسیدگی سست حکومت به زورآوری در عائله در تاجیکستان نشر کرد. ما میبینیم که حکومت برای حل مسئله کار میکند، اما یک چیز مهمی که گزارش معلوم کرد این است که وضع در تاجیکستان بسیار جدی باقی میماند. حداقل از هر 5 زن یکی از آنها به گفته متخصصان شاهد زورآوری شده است. شاید از هر 3 زن یکی از آنها. هرچند حکومت برای بالا بردن آگاهی مردم درباره مسئله کاری زیاد میکند، جوابگری برای این جنایت کم است. با جوابگری کشیدن مردانی که به تکرار و بیرحمانه به زنان زورآوری میکنند، آنها را به زندان نمیاندازند. این یک مشکل جدی است که گزارش آشکار کرد. یک مسئله مهم دیگر این است که زورآوری در خانواده در کدکس جنایی تاجیکستان همچون جنایت علیحده ذکر نشده است. ضرب و لط، حمله، آزار روانی هست، ولی برای زورآوری در عائله باید جزای جنایی تعیین شود. باید در قانون در کدکس جنایی تاجیکستان نوشته شود. یک مسئله مهم دیگر کمبود پناهگاه برای جبردیدگان از زورآوری در عائله است. در واقع آنها جای برای رفتن ندارند. اگر یک زن در تاجیکستان بخواهد شوهر بدرفتار را ترک کند، مشکلی بزرگ و اصلیش این است که کجا می رود و به کجا رفته می تواند. حکومت را ضرور است که برای زنان جبردیده اقامتگاهی بسازد که برای دراز مدت آنجا بمانند. استیو، واقعا این گزارش بزرگ رو من خواندم و خوب می‌بود اگر درباره این اندکی جزئیات می‌دادید. ما هنگام تهیه گزارش اصولی را به کار بردیم که برای تمام گزارش‌های دیگر به کار می‌بریم. یعنی از جبردیدگان زورآوری در عائله می‌پرسیم. ما با 40 تا 50 زن در سراسر تاجیکستان که جبر زورآوری در عائله را کشیدند صحبت کردیم. در بدخشان، در کولاب، دوشنبه، شهرتوز، خوجند. من به بسیاری از مرکزهای امکانات برای زنان در سراسر تاجیکستان رفتم. به پناهگاه‌های زنان رفتم. مهمتر از همه ما به متخصصان، وکیلان دفاع، همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به مثل سازمان ملل متحد تکیه می‌کنیم که برای حل این مسئله فعالیت می‌برند. در گزارش شما راجع به نوع‌های خشونت هم گفتید. آیا خود شما هم با کسی واقع دارید که واقعا جبری چنین خشونت‌ها را کشیده است؟ در این گزارش ما ده‌ها پرونده زورآوری بیرحمانه را جمع آوردیم، از جمله ضرب و لط با مشت با اسباب‌های تیز. من با یک زن واخوردم که او را شوهرش به سقف چند ساعت برای لط و کوب آویخته است. من با زنان تجاوز شده واخوردم. ما با زنان واخوردیم که از راه‌های دیگر شکنجه شدند، از جمله از نظر روانی. من یک زنی را در پناهگاه دیدم که 14 سال هر نوع زورآوری و جبر شوهرش را کشیده است. یک مسئله دیگر که زورآوری به زن را پیچیده تر می کند بسیار زنی در تاجیکستان است. بسیاری از پرونده های زورآوری که ما در این گزارش داریم درباره زنانی است که نکاح رسمی ندارند. زنان دوم و یا سوم هستند که هیچ امکانی طلب حق قانونیشان را ندارند. آنها به وکیل، به مشاور نیاز دارند و در بعضی حالت در صورت ترک شوهر توانند خانه و از پدر فرزندانشان الیمن بگیرند. انجام دادن این کار بسیار مشکل است، چون در تاجیکستان وکیلان دفاع کم هستند که به زنان کمک رسانند. استیو، شما آیا قصد دارید که این گزارش را در تاجیکستان در شهر دوشنبه هم معرفی کنید؟ ما بسیار امیدواریم که حکومت به من و بعضی از همکاران من اجازه می دهد به زودی ماه اکتبر به دوشنبه سفر کنیم. آنگونه که ما برای تمام گزارش های دیگر می کنیم، ما توصیه ها را بر اساس تجربه های بین المللی، بر اساس قانون اساسی و قانون های تاجیکستان پیشنهاد می کنیم.